امروز کشور عزیزمون ایران با بهره برداری از 101,000 تعاونی فعال در سرتاسر کشور عزیزمون نقشی رو داره در حوزه خدمات به عنوان هموطنان عزیزمون بازی میکنه. ما در این 2 سالی که اومدیم و در دولت فعالیت‌ها رو دنبال کردیم، آنچه که برای ما مهم بود ابتدا هوشمندسازی فعالیت‌های بخش تعاون بود، دومی مردمی سازی و سومی کارآمدی ارکان‌ها و ساختارهای بخش تعاون بود. در راستای هفته تعاون عنوانی که انتخاب کردیم حکمرانی مردمی، یعنی آنچه که ما در بخش تعاون به دنبالش هستیم اقتصاد مردمی، اقتصاد مردمی که بر پایه عدالت قرار است انفال و خدمات دولت در بین آنها توزیع شود. یکی از مدل‌هایی که ما میتونیم توی کشور در راستای استقرار عدالت در موردش صحبت بکنیم موضوع تعاون هست. ما در سال گذشته مجمع بانک رفاه با بیش از 5,000 عضو برای اولین بار به صورت الکترونیک برگزار شد که این گام موثری در راستای ارتقاء شفافیت بود و این موضوع به 31 استان در راستای تعمیم مدل گسترش داده خواهد شد. در نهایت رونمایی از پروژه 44 همت مشارکت مردم رو در هفته آینده انشاءالله با حضور مسئولین عالی رتبه دولت خواهیم داشت که ما امیدواریم جلسه شورای عالی هماهنگی تعاون که برای اولین بار در دولت 13ام و به تدبیر رئیس جمهور محترم و مصوب هیئت وزیران صورت گرفته برگزار بشه و بخشی از مسائل کلان بخش تعاون شکل بگیره که امیدواریم در حاشیه این مراسم هم این افتتاح‌ها و رونمایی‌ها صورت خواهد گرفت. ما در سال گذشته به گواه گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخش تعاون بیش از 1.5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رو داشته که بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌های کشور افزایش 2 برابری رو در صادرات تعاونی داشته. برگزاری نمایشگاه‌های خارجی که توسط بخش دولتی و بخش مردمی تعاون صورت گرفته از حوزه‌های اثربخش این قسمت بوده. ما در هفته تعاون 1400 268 پروژه در بخش تعاون افتتاح کردیم که مشارکت این پروژه ها تقریبا نزدیک 3,387 میلیارد تومان، یعنی تقریبا 3.3 همت بوده. در دهه فجر 1400 یعنی 6 ماه بعد 102 پروژه با مشارکت 2.7 همت صورت گرفته. در هفته تعاون 1401 ما 4 همت مشارکت رو 4.1 همت در بخش تعاون رقم زدیم. این بازار تقریبا 6 ماهه هست و در دهه فجر 1401 ما 5 همت رو رقم زدیم و اون چیزی که اقدام تحولی بخش تعاون حساب میشه در هفته تعاون 1402 44 همت زمینه مشارکت و مشارکت مردم عزیزمون در کشور در طی این 7 ماه فراهم شده. البته این عدد در مسیر اینه که ما 44 همت و گام بعدی چگونه هست، در مسیر اینه که ما بتونیم طبق سند توسعه تعاون 2% رشد سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی و GDP رو رقم بزنیم. برای تحقق 2% از سهم تولید ناخالص ملی ما نیاز به 290 همت مشارکت در حوزه‌های افزایش کننده تولید ناخالص ملی داریم که 44 همتش در این بازه رقم خورد و امیدواریم در گام‌های بعدی بتونیم اعداد بیشتری رو ثبت بکنیم و انشالله محقق بکنیم و اتفاقات رو رقم بزنیم. دوستان عنایت بفرمایید ما 101,000 تعاونی در کشور داریم. مثلا 10,000 تا از اینا تعاونی مسکنه، 52,000 تا از اینا تعاونی‌های تولیدیه، 10,000 تا از اینا تعاونی‌های بانوانه، 3,500 تا از اینا تعاونی‌های مصرفه، تقریبا 400 خورده از اینا تعاونی اعتباره. نقش بخش تعاون نقش فرابخشیه، فرادستگاهیه. در سال 1401 31 همت تسهیلات در بین بخش تعاون توسط 24 بانک توزیع شده. یک قسمتی از این که این توفیق
گرفته شده به خاطر اینه که در شورای عالی اشتغال مصوب شده 25% تسهیلات باید به بخش تعاون تخصیص پیدا بکنه. لذا در 86مین جلسه شورای عالی اشتغال مجددا رئیس جمهور این موضوع رو برای سال 1402 مصوبه دادن که امروز توسط شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها این کار در حال تخصیص و در حال چانه‌زنی توسط همکاران ما، چون تو مصوبه میگه تا 25%، لذا همکاران ما این رو دارن پیگیری میکنن که به نتیجه برسه. عملکرد سال 1401 رو عرض کردم، عملکرد سال 1402 هم پیش بینیمون اینه که انشالله این اعداد ارقام محقق بشه. اما باز دوباره برای اولین بار در سال گذشته 2000 میلیارد تومان بانک توسعه تعاون با کمکی که ما از محل بند ب ماده 29 گرفتیم در راستای تنزیل سود تسهیلات واگذاری به تعاونی‌ها 2000 میلیارد تومان خط اعتباری گذاشتن که این خط اعتباری محقق شد، پرداخت شد. بلافاصله بعد از اون هیئت محترم مدیر عامل محترم، هیئت عامل بانک، همکاران خوب ما در بانک توسعه تعاون عدد 3000 میلیارد تومانی که خط اعتباری 3000 میلیارد تومانیه ابلاغ کردن و امروز کاملا این موضوع اشاره داشتن در بین تعاونی‌ها از طریق ارسال پیامکی که برای اون انجام شد به استحضارشون رسیده شد و از طریق درگاه الکترونیک که توی سامانه جامعه تعاون بود کلا 100% فرآیند اون به صورت آیتی بیس دنبال شد. یعنی یک دونه از این تعاونگران به شعب در ابتدای امر مراجعه نکردن. من این رو عرض بکنم ما در آینده به حول و قوه الهی با کمک همکاران خوب من در بخش تعاون، در اتاق تعاون، در بانک توسعه تعاون، در صندوق ضمانت تعاون، در کلیه ارکان بین بخشی تعاون، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها شاهد این خواهیم بود که شعب هیبریدی بانک انشالله شکل بگیره. فرمودن در سند تحول بانک ما دیگه شعب بانک توسعه تعاون فقط نقش پرداخت تسهیلات رو انجام نخواهند داد. اونها به عنوان دفاتر تسهیلگری، به عنوان کارگزاری‌های تسهیلگری در کنار تعاونی‌ها کما که تا الان هم بودن نقش جدی‌تری رو بازی خواهند کرد و در راستای SCF که فرمودن آقای دکتر شیخ حسینی که پرداخت تسهیلات به صورت هوشمند در زنجیره تامین هست نقش‌های جدی رو ایجاد خواهند کرد که انشالله ما توی برنامه‌ریزی که کردیم در بهمن 1402 رونمایی از این تغییر تاکتیکی خدمات رو در شعب هم انشالله و دستاوردهای اون رو خواهیم داشت و به استحضار و سمع و نظر شما خواهیم رسوند. اما امروز اون چه که برای ما پررنگه در حوزه پایین دست پتروشیمیه و اون چه که جزء افتتاح‌های هفته تعاون هم هست عرض کردن، یکیش همین سامانه بورس کالاه. این 5000 واحدی که ما در قالب اتحادیه پایین دست پتروشیمی داریم تخصیص هایی رو که از بورس کالا میگیرن کاملا از طریق فرآیندی رو انجام میدن که اون فرآیند متصل و آنلاین به خط بر اساس بورس کالا نیست. خب این کار در سال گذشته، در دوره گذشته، دوره افتتاحهای گذشته توسط زنجیره فولاد برقرار شد. یعنی ما امروز اتحادیه فولاد از طریق همین موبایلشون درخواستشون رو میدن، تخصیص بینیابشون رو میگیرن و این تخصیص بینیاب به بورس کالا ارجاع داده میشه و سهمی گرفته میشه و پیش پرداخت‌ها رو انجام میدن. کاملا از طریق موبایل انجام میشه. قبلا این از طریق دستی بود، بعد ادارات کل استان‌ها مراجعه میکردن، بعد به اداره کل توزیع ما مراجعه میکردن و بعد این تاییدیه به صورت دستی داده میشد و در اختیار بورس کالا گذاشته میشد و این به نوعی تخصیص انجام میشد. اما این کاملا الکترونیک شد. همین موضوع هم برای پایین دست پتروشیمی برقرار شده. مذاکرات با مدیران بورس کالا انجام شده، اتحادیه نسبت به موضوع توجیه شده و خودش هم پای کار اومده که این کار رو عملیاتی بکنه که رونماییش رو هم انشالله در همین افتتاحهای هفته تعاون داریم. البته یکی از بحثایی که ما داشتیم در حوزه انفال و توزیع این به نوعی صنعت پالایشگاهی که توی کشور داریم، حتما مدل تعاون یکی از مدل‌های خوبیه که بتونیم در آینده نقش جدی‌تری رو بازی کنیم.